دوستان سلام. آقا این ولی فقیه زبار در رفته نظام تو مزخرفات نوروزیش یه حرفی زد که جای موشکافی داره. ما باید یک اقتصاد مقاومتی واقعی در کشور به وجود بیاریم. 6 سال تمام هی میگه اقتصاد مقاومتی، بعد تازه میگه باید واقعی باشه. یعنی تو این 6 سال واقعی نبود، کشک بود. حالا نکته جالب اینجاست که هر کدوم از این باندای نظام یه تعریفی از اقتصاد مقاومتی دارن. نوچای خامنه شعار ولی فقیه رو اینجوری تفسیر میکنن. آخوند اعرافی در نمایش جمعه قم: فلسفه این شعار این است که دچار رکود و تورم هستیم و برخی از صنایع تعطیل یا نیمه تعطیل است. در شرایط پسابرجام در معرض نگرانی هایی هستیم که باید توجه شود. یعنی میگه مانع اصلی اقتصاد مقاومتی اکبر کوسه و دم بشه. میگه تو شرایط پسابرجام آبی از اقتصاد مقاومتی گرم نمیشه. از اون طرف شیخ میگه نخیرم، این حرفا نیست. اقتصاد مقاومتی یعنی زهرخوری، یعنی که بریم با غربیا بشینیم و دل بدیم و قلبه بگیریم. حسن روحانی: اقتصاد مقاومتی بدون تعامل سازنده با دنیا شدنی نیست. تقویت و توسعه مناطق آزاد اقتصادی کشور برای جلب سرمایه‌ها و تکنولوژی‌های خارجی نقشی حیاتی در موفقیت سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ایفا می‌کنند. از اون طرف رئیس دفتر همین شیخ فری پا رو از این هم جلوتر میذاره و میگه اقتصاد مقاومتی یعنی چیدن نوک سپاه. باید اقتصاد از انحصار پاسدارا در بیاد. نهاوندیان رئیس دفتر حسن روحانی: در این راستا اقتصاد باید به گونه‌ای سامان گیرد که به جای شکلگیری انحصارها و محدودیت‌ها میدان برای فعالیت همگان باز شود. معلوم نیست چه ملغمه این اقتصاد مقاومتی که هر کسی یه طرفشو میکشه و معلوم نیست تو سال اقدام و عمل میخوان چه غلطی باهاش بکنن. این وسط خرچنگ ولایتم گلو پاره میکنه که آی مبادا از این اقتصاد مقاومتی استفاده جناحی بکنید. نگاه جناحی به این شعار نشه که نگاه جناحی به این شعار ذبح کردن این شعاره. بابا دارن امامه عظما رو پریشون میکنن، بعد این نگران ذبح کردن شعار کشکی ولایته. آقا جون اقتصاد مقاومتی تو این نظام لعنتی یه معنی بیشتر نداره، اونم دزدی و چپاوله. هر باندی میخواد به اسم اقتصاد مقاومتی سهم خودشو بالا بکشه. خلاصه این که هر دوشون لبه پرتگاه نشستن و این تناب پوسیده رو میکشن. نتیجهش چیه؟ احسن باریکلا، سقوط همشون تو پرتگاهه. فردا شب بازم خدمت میرسیم. قربون همگی، خداحافظ.